سر گردن تو بنداز. وزن سر گردن. خب 100 تا در دقیقه میشه توی هر 2 ثانیه 3 تا ماساژ. خب چند تا ماساژ میدم؟ گفتم سیکل احیای من به ازای هر 30 تا ماساژ 2 تا تنفس، 30 تا ماساژ 2 تا تنفس. خب من پشت سر هم باید این کارو انجام بدم. پس 30 تا ماساژ میرم. نیپل ها به هم وصل می‌دارم. خطی که 2 تا نیپل ها به هم وصل می‌کنه وسطش هم میشه محل ماساژ که دقیقاً همون 2 انگشت بالاتر از زاویه خنجر. میشمارم چند تا میشمارم؟ 30 تا ماساژ با سرعت 100 تا در دقیقه. بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 29 30 تا ماساژ دادن. من باید 2 تا نفس الان بهش بدم. میدونم بهم گفتن A B A اوپنینگ بود، باز کردن راه هوایی. گفتم 2 تا کار باید انجام بدم. یک مانور سر به سمت بالا و عقب باید خم کنیم به شرطی که ستون فقرات هم آسیب ندیده باشه ها، یادت باشه. اوکی؟ پس سر به سمت بالا، هد تیلت و چین لیفت میکنم. خب این میشه مانور سر. و یه چیز دیگه هم گفتم قبل از که نفس بدم باید حتما چک کنم ببینم جسم خارجی داخل مجاری تنفسی فوقانی نباشه. اگه باشه باید خارجش کنم، باید کلیر کنم. برای دادن تنفس با یک دست باید حتما بینی رو بگیرم، دهان به دهان میخوام بدم. بازدم خودم رو از طریق دهانم به دهانش و به داخل قفسه سینه‌اش وارد میکنم. چون کسی تر سلام من نمیچسبونم، ولی و تو به اصطلاح محل عملیات حتما باید دهنت قشنگ روی دهنش قرار بگیره و لیک نکنه. خب 1 ثانیه دم میدم، آزادش میکنم. 1 ثانیه دم آزاد میکنم. حالا اصولا 2 ثانیه